سلام دوستان، وقتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. قبل اینکه بریم اصطلاح بخونیم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که هستین. اصطلاح امروزمون: زیبا شدی. زیبا شدی. نگاه کن. güzel güzel olmuşsun. güzel olmuşsun. زیبا شدی. مثالشو نگاه کن. Bugün çok güzel olmuşsun aşkım. Bugün به معنی امروز، çok به معنی خیلی، güzel به معنی زیبا. olmak به معنی شدن، سون پسوند فاعلی هست یا است برای شخص، سن هستش. aşkım، عشقم. میگه نگاه کن. Bugün çok güzel olmuşsun aşkım. امروز خیلی زیبا شدی عشقم. خب این هم از اصطلاح امروزمون بود. لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره. ممنون که هستین.